به نام یزدان پاک. سلام و عرض ادب خدمت همه ایرانیان عزیز، از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق، از استانهای مرکزی. عرض ادب. مسعود هستم از کانال در سایه، در خدمت شما. چون اولین ویدئویی هست که در خدمت شما هستم، به خاطر همین خواستم برای اولین بار یه توضیح خیلی کوتاه راجع به کانال بگم و یه توضیح خیلی کوتاه راجع به شخصیت خودم بگم. این باعث میشه که کمک زیادی بکنه برای برقراری ارتباط بین من و شما مخاطبان عزیز در برنامه‌های آینده، همدیگر رو بهتر بشناسیم. اول از این که کانال در سایه قرار بود 2 سال پیش من فعالیتم رو به این اسم شروع کنم، ولی خب بنا به دلایل شخصی متاسفانه میسر نشد. یکی از اون دلایل این بود که چند تا عمل جراحی سنگین داشتم و خیلی حال مساعد خوبی نداشتم، به خاطر همین 1-2 سال عقب افتاد و الان تصمیم گرفتم که در خدمت شما باشم. این کانالم کانال تحلیلی سیاسی هست، راجع به کشور خودمون، راجع به اتفاقاتی که در منطقه و جهان میفته و بیشتر راجع به کشور عزیزمون ایران با هم دیگه صحبت کنیم، البته به زبان کاملا عامیانه، به همین شکل که الان داریم با هم دیگه حرف میزنیم. و اگر شما هم لطف کنید انتقادی دارید از بنده، حتما عرض کنید. انتقاد سازنده به من کمک میکنه برای پیشبرد کانالم. و پیشنهادی دارید که به دیده منت چه بهتر. حتما پیشنهادم اگر خوب باشه، قشنگ باشه و اون هم اگه کمک کنه به بنده، حتما به دیده منت قبول میکنم. این راجع به کانالم. اما راجع به خود بنده و شخصیتم، بنده از غرب کشور هستم. اسمم همونطور که گفتم مسعود، کرد هستم، کرمانشاهی هستم. البته دوستان عزیز، ایرانی های عزیز، این پسوند اقوام کرد و لر و فارس و بلوچ و ارزم به حضور شما ترکمن و گیلکی و تمام اقوامی که در ایران هستن، عربهای عزیز جنوبی و خیلی از اقوام دیگه از هر تیر و طایفه‌ای، اینا یه پسوند جغرافیاییه در واقع، وگرنه هر کدوم از ما که در این خط مرزی کشورمون قرار داریم، هممون با هم دیگه یک کلمه ایم. اسممون ایرانه، ایران عزیز، ایرانی که از دیرباز، از گذشتگانمون، شاید از 5000 سال، 6000 سال قبل تا الان که من در خدمت شما هستم به ما ارث رسیده، در واقع به ما یادگاری رسیده، به ما به امانت رسیده و ما در آینده همینطور دست به دست به آیندگان این کشورمون رو حتما میدیم. فقط باید تلاش کنیم همه با هم کشورمون رو درست حسابی، زنده و پایدار بدیم به آیندگانمون. تمام اقوامی که توی این کشور هستن، اهم از بلوچ ها، ترک ها، کرد ها، لر ها، ترکمن ها، فارس ها، ما از نیاکانمون، از گذشتگانمون تا الان که در خدمت شما هستم، هممون با هم ایران رو ساختیم. هیچ قومی بر قومیت دیگری افزونی نداره، برتری نداره. همه با هم در این تاریخ تمدن کهنی که داشتیم، هممون فرقی نمیکنه، از هر قوم و قبیله‌ای هستیم در این کشور. بیش از 5000 ساله که قدمت داریم. این تاریخ فوق‌العاده کهنیه. به خاطر همین که هممون با هم ایران رو ساختیم، خشت به خشتش، جنگل به جنگلش، درخت به درختش، بوته به بوتش، فرقی نمیکنه، ریگ به ریگش. تمام این کشور رو هممون با هم دیگه ساختیم، هممون با هم دیگه کشور رو بالا آوردیم، تا به اینجا کشوندیم. از قدیم الایام تا الان کشورمون درگیر خیلی از جنگ‌ها و مشکلات بوده.
هممون از گذشتگانمون، پدرامون جنگیدن، تلاش کردن، کشته دادن، شهید دادن و ما هم همینطور و تا الان کشورمون رو به سلامت نگه داشتیم. اجازه ندادیم هیچ دست اجنبی در این مملکت دستش دراز بشه. خدایی نکرده به ناموسمون، البته در تاریخ بوده چند باری متاسفانه کشورمون آماج حملات یک سری از کشورهای بیگانه بوده، ولی خود تونستیم دوباره خودمون رو سرپا کنیم، خودمون رو زنده نگه داریم. این خیلی مهمه. چرا تونستیم این کارو بکنیم؟ چون هممون با هم دیگه کنار هم بودیم. منطقه غرب رو، منطقه شرق رو، تمام منطقه جنوب رو، شمال رو، هممون با هم دیگه مرزبانی کردیم، هممون با هم دیگه دست به دست هم دادیم، اجازه ندادیم دشمن وارد کشورمون بشه. مخصوصاً توی این 50 سال اخیر، 47 سال اخیر. الانم خب هممون میدونیم درگیر یک جنگ کاملا نابرابریم در مقابل 2 تا ابرقدرت زورگو، بچه کش، آدم کش که هیچ قانونی براشون مهم نیست، هیچ منعیتی در آدم کشی ندارن و خدا رو شکر تا الان هممون با هم در مقابل اینا ایستادیم، هممون با هم دیگه کمک کردیم به هر شکلش. هر کسی در هر پست و مقامی است، از سرباز گرفته در میدان جنگ تا یک کارگری مثل من، فرقی نمیکنه، هممون به هر شکلی سربازی کردیم برای این مملکت، تونستیم مملکتمون رو نگه داریم. ما کردها که کوچیک همه اقوام ایرانی هستیم، فرقی نمیکنه. خواستم بگم که دوستان عزیز، اینو که از تمام وجودم با تمام قلبم میگم، من خودم میگم، خانواده‌مو رو دارم عرض میکنم، اگه تمام آمریکا رو برام طلا کنن، تمام آمریکا رو فرش قرمز برام پهن کنن، در بهترین حالت، در بهترین و زیباترین نوع زندگی در آمریکا برام فراهم کنن، من اینو عوض نخواهم کرد با 1 ساعت همنشینی یک هموطن بلوچم. ببینید، تمام دنیا رو بهم بدن، تمام اروپا رو بهم بدن، اینو عوض نخواهم کرد با یک همنشینی یک همشهری جنوبیم، شمالیم، همستانی های خودم، فرقی نمیکنه. ما ایرانی هستیم، هممون گوشت و پوست و استخونمون یکیه. مخصوصا در این 47 سال اخیر، در این 50 سال اخیر کاملا در هم تنیده شدیم، یعنی به شکلی که دیگه هیچ کس نمیتونه ما رو از هم دیگه جدا کنه. مبادا خدای نکرده یه عده بیوطن، یه عده نادان، نفهم، یه عده کسایی که شدن بلندگوهای موساد و آمریکا و CIA و خیلی از نهادهای امنیتی کشورهای عربی که وطن فروشی میکنن، بیوطنی میکنن، هیاهو به راه میندازن، درخواست میکنن از کشورهای دیگه بیان کشور خودشونو بمباران کنن، بچه‌های کشور خودشونو بکشن، مردم خودشونو به آسیب برسونن. واقعا این فاجعه است. این اوج بیوطن و هر جایی بودنه. من حتی دوست ندارم اینا رو بهشون بگم وطن فروش. وطن فروش به کسی میگم که یه وطنی برای فروختن داشته باشه، ولی اینا خیلی دیگه پستن. یک کنفرانسی ترامپ چند وقت پیش توی کاخ سفید داشت، خیلی برام جالب بود. خود ترامپ دیگه به زبان آورد، اذعان کرد و تعجب میکرد، یعنی براش خیلی تعجب کننده بود چطور مردم یک کشوری میان پشت در کاخ سفید، هرچند تعداد کم،
اصلا بگو 100 نفر 200 نفر چطور میان درخواست میکنن از من که برم کشورشون رو بمباران کنم؟ یعنی خود ترامپ با حرومزادگیش باز اون حرومزاده فهمیده بود که این بیوطنها و وطن فروشها چقدر پستن و رز. خدای ناکرده در این بوق قومیتی ندمن که اتفاقا در تاریخ خیلی داریم که از این استفاده کردن، فاصله انداختن بین اقوام و استفاده های خودشون هم کردن. الان تاریخ بزرگترین تجربه برای هممونه. با قول مولا علی میگه بزرگترین استاد تجربه است. ما هممون تجربه گرفتیم از تاریخ و اجازه نمیدیم بینمون فاصله بندازن. ما کردها تا آخرین قطره خونمون، ای هموطنای عزیزم، ای ایرانیای عزیز، ای بلوچا، ای ترکمنها، ای شمالی های عزیز، ای لرستانی ها، فرقی نمیکنه، استانهای مرکزی، همتون، ما کردها تا آخرین قطره خونمون با زنامون، بچه هامون، پیرمون، جوونمون، دخترامون، پسرامون، تا آخرین قطره خونمون کنار شما هستیم. مگه ما مرده باشیم اجازه بدیم دست اجنبی برسه به دست ناموسامون؟ فرقی نمیکنه. از هر مرزی، از هر قومی، از هر قبیله‌ای، از هر تیری و طایفه‌ای باید از روی جنازه ما رد شن که دستشون برسه به ناموس ما، دست پاشون برسه به خاک ما. خلاصه این درد دل کوتاهی بود برای معرفی خود بنده و اینو بگم که همه با همدیگه ایران عزیز هستیم، هممون با همدیگه مشتیم. ببینید یه مثال براتون بزنم، شما این انگشت رو محکم بزن به دیوار، بلا فاصله با قدرت که بزنی انگشت از 10 جا میشکنه. ولی اگر لر و کرد و ترک و فارس و ترکمن و بلوچ و عرب و هممون با هم دیگه مشت بشیم، دیگه کسی نمیتونه به این آسونی این مشت رو بشکنه و این مشت هر چقدر محکمتر باشه، محکمتر هم تو سر دشمنمون زده خواهد شد. این قشنگه، این خوبه. وقتی بچه های میناب رو زدن، بچه های لامرد رو زدن، فرقی نمیکنه، همونطور که کرمانشاه رو بمباران کردن، همونطور که سیستان و بلوچستان سربازهای عزیزمون، من الان پسر خودم سربازه و میدونم اون پدر و مادر چه عذابی کشیدن، ولی بدونید با تمام این تلخی ها و سختی ها بازم کنار همین. تلخی هامون با هم دیگه شریکیم، شادی هامون با هم دیگه شریکیم، فرقی نمیکنه. و همون اندازه که مادران مینابی، پدران مینابی، مادران لامرد، پدر مادرهای سربازان عزیزمون، پدر مادرها و همسران عزیز ناوچه دنا، فرقی نمیکنه، به هر اندازه که اونها و شما قصه خوردید ما هم قصه خوردیم. و همونطور که گفتم ما کردها تا آخرین قطره خونمون پای ایران عزیزمون هستیم و اجازه نخواهیم داد یک وجب از خاک وطنمون رو به تاراج ببرن. پای اون سرباز اجنبی که به این مملکت برسه خورد خواهیم کرد، هممون با هم. اونا ایرانی متحد رو نمیخوان، اصلا ایران رو دیگه نمیخوان. ای کاش دار و دسته این رضای پهلوی، این احمق بفهمن، بیدار بشن. اصلا ربطی به حاکمیت نداره. رهبر شهیدمون که به نظر من در 300 سال اخیر
یکی از بی‌نظیرترین رهبران ایران زمین بود آقای خامنه‌ای و متاسفانه ازمون گرفتن این رهبر رو. رهبر عزیزمون با عامیانه ترین کلام و زبان میگفت اونا میخوان ایران رو ببلعن، اصلا هیچ ربطی به جمهوری اسلامی نداره و بلعیدن ایران نه به معنی آب بردن نفتمون یا گازمونه، خیلی فاجعه بارتر. میخوان ایران رو ویرانه کنن، میخوان دهاتستانمون کنن. همون حرفی که ترامپ زد واقعا این واقعیت رو گفت، میخواد ما رو 1000 سال عقب بندازن و ما اجازه نمیدیم، هممون با هم دیگه اجازه نخواهیم داد. انشالله که همه با هم چنان متحد بمونیم همینطور که هستیم و اجازه ندیم هیچ کس بینمون فاصله بندازه. اونهایی که الان دلشون این چند وقته برای جنوب میسوخت همونایی هم که داد میزدن به عمو نتانیاهوشون و این سگ زرد پست رزل رو که بیایید بمب بریزید رو سر زن بچه هامون، به یک باره دلسوز مردم جنوب شدن. ای مردم عزیز جنوب، فرقی نمیکنه از عربا، از لرهاشون، از خود جنوبهاشون، جنوبی های عزیزمون، از هر قبیله و تیر و طایفه‌ای که هستید. مخصوصا من از طرف میدونم تمام ایران اینطوری هستیم، اما ما کردها تا آخرین قطره خونمون کنارتونیم. نیاز باشه در دمای 60 درجه که سهله، در دمای 600 درجه هم ما در کنارتون هستیم، میایم و کنار هم پا به پای هم از این کشورمون دفاع خواهیم کرد. همونطور که مطمئنم اگر این اتفاق برای غرب کشور یا شمال کشور بیفته شما عزیزان این کار خواهید کرد، چون اونا دیگه ایرانی رو نمیخوان. کاش گفتم این احمقای پهلوی، به خدا از همینجا بگم، رضا پهلوی، به والله علی قسم، به خدای ایران سرزمینم قسم، الاغ پیش تو پروفسوره، چون هنوز نفهمیدی که اونها تو رو بازیچه کردن که ایران رو ویرانه کنن. فقط خدا کمک کرد که مردم متحد موندن، نیروهای مسلح فوق العاده شجاع که در اون نیروهای مسلحمون کردها هستن، ترکها هستن، بلوچها هستن، لرها هستن، شمالی ها هستن، ترکمن ها هستن، مثل شیر ایستادن و اجازه ندادن کسی دست درازی بکنه به این مملکت. هنوز تو نفهمیدی میخوان ایران رو ویرانه کنن. بابا اونا ایران بزرگ رو نمیخوان، بنا به دلایل زیادی که بعد در ویدیوهای آینده، در برنامه‌های آینده خیلی ریز راجبشون صحبت خواهیم کرد. به طور مثال من یه مثال کوچیک بزنم براتون. ببینید یه هم استانیمون از استان فارس، از شیراز، بخواد بره به مشهد بیش از 1200 کیلومتر باید طی کنه. خیلی راحت اراده کنه فرداش با یک پراید، من نمیگم با بنزن، با یه پراید خانواده‌شو میذاره. هممون تو جاده ها رفتیم مسافرت اینور اونور، همه جا ایران گشتیم. یه دوتا متکا و بالش میذاره رو سقفش با یه چادر و یه منقلی برای تفریح بچه ها و یه باک بنزین میزنیم. چند ساعت بعدش از شیراز تو مشهدیم بدون اینکه یکی بگه تو چرا داری میری این مسیر رو، کسی جلومون رو بگیره، کسی اذیتمون بکنه. ولی از همین کرمانشاه تا دریای مدیترانه همین فاصله است، 1200 کیلومتر. ولی اگه بخوای بری اونجا باید از 6 کشور بگذریم. اول بریم عراق، بعد بریم
اردن، بعد بریم سوریه، بعد بریم اردن، بعد بریم لبنان، از لبنان به فلسطین اشغالی و از اونجا به دریای مدیترانه. یعنی باید ما 6 کشور رو پشت سر بذاریم، حالا چه با هواپیما، چه با خودرو سواری، فرقی نمیکنه، چه با قطار. باید پاسپورت بدی، ویزا بدی، روادید بدی، هزینه کنی، هزینه‌های خیلی خیلی زیاد، امنیتش تا همین مسافت رو بری به دریای مدیترانه برسی. ولی یه جنوبی عزیز همین مسافت رو تا شمالی ها رو به سیستان بلوچستان دقیقا همین مسافت رو تا آذربایجان غربی، فرقی نمیکنه. به سادگی میریم بدون اینکه کسی جلومونو بگیره. ایرانی به این عزیزی داریم، حتما مشکلات داریم، حتما گرونی داریم، ولی من و خیلی از کسایی که میشناسم کشورمونو به هیچ گرونی نمیدیم، یک وجب خاک کشورمونو به هیچ گرونی نمیدیم. حتما هممون اذیتیم. به خدا قسم من اصلا تحصیلاتم چیز دیگه ای بوده، الان کارگرم، به خدا قسم مستاجرم، اما میگم عیبی نداره. تلخی های وطن خودم رو قبول میکنم با تمام وجودم، ولی اجازه نمیدم کشورم رو ویرانه کنم. خلاصه هممون با هم، بازم یه بار دیگه میگم، کرد، لر، بلوچ، عرب، ترکمن، فارس، در هر قوم قبیله‌ای که هستیم هممون با هم ایران رو ساختیم و هممون با هم دیگه یک کلمه ایم: ایران. و ایران هم باقی خواهد ماند که همین رو بدیم دست آیندگان. 100% شک نکنید آیندگان در مورد همین روزا در تاریخ ازمون یاد میکنن که ای مردم اون زمان چطور پایداری کردن و اجازه ندادن ایران از هم بپاشه و ایران رو ویرانه کنن. همونطور که ما الان داریم راجع به 50 سال قبل، 100 سال قبل راجع به مردم اون موقع صحبت میکنیم، راجع به نظامشون قضاوت میکنیم، 100% ما هم در تاریخ قضاوت خواهیم شد تا عمرالابد که ما زنده نیستیم. دنیا رو به جلو خواهد رفت، به آیندگان خواهد رسید این کشور عزیزمون. پس با هم دیگه محکم باشیم، دلامون یکی باشه و اجازه ندیم هیچ بیشرف و پستی، هیچ رذل بیوطنی بینمون فاصله بندازه. ما کردها کوچیک و خاک زیر پای تمام ایرانی های عزیز هستیم و ما پیشمرگان تمام مردم ایران زمین هستیم. دمتون گرم، خیلی 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 دوستتون دارم، ایران عزیزمون رو دوست دارم و عشق می‌ورزم. من همونطور که گفتم 1 ساعت هم نشینی با هموطنهای ایرانیمو به تمام دنیا نمیدم. اینو به عنوان شعار نگفتم، با تمام قلبم میگم، با تمام وجودم میگم. و به قول ما کردهای کرمانشاه، دم خدا دانگرد، دم وجود دانگرد، دم شرافت و شیرمردی دانگرد، دم دانگرد. وجدانن شاهکار کردیم منهای جنگ و خدا رو شکر یه مشت محکم کوبیدیم توی سر دشمنامون. این اولین ویدئویی بود که گرفتم، فقط خواستم بدونید بنده چه شخصیتی دارم، افکارم به چه شکله. من یک خلاصه از خودم بگم، این ملیگرای تمام عیارم، ملیگرایی هستم که رهبری رو مثل
سید علی خامنه ای رو تا هزاران سال فراموش نخواهم کرد. شهامتشو، شجاعتشو، دلیریشو، همینجور که محکم ایستاد با اینکه میدونست ممکنه چه اتفاقی برای خودش و خانوادش بیفته، محکم ایستاد تا آخرین قطره خونش پای این مملکت ایستاد. چه رهبری از این عزیزتر، چه پادشاهی از این بزرگتر، چه انسانی از این قویتر. دم همتون گرم، دوستتون دارم. انشالله در ویدیوهای آینده راجع به بحث‌های سیاسی میگیم. این چون اولین ویدیو بود فقط خواستم یه کوتاهی راجع به کانال و شخصیت خودم بگم. انشالله در ویدیوهای آینده دیگه میشینیم راجع به اتفاقات روزمره و که در منطقه و جهان در حال وقوع هست صحبت خواهیم کرد، مخصوصاً راجع به انتصاباتی که آقا سید مجتبی انجام دادن و هممون در مقابل رهبریت جدید چه وظیفه‌ای داریم و چه کارایی باید انجام بدیم. فرقی نمی‌کنه، هر کدوممون تو محل کارمون یه سرباز هستیم. دمتون گرم، دوستتون دارم. یا علی.